سلام و خیلی خوش آمدید. امروز البته باید در مورد فضا یا جا یا پدیده در تهران حرف بزنم. مطمئن نیستم ولی فکر میکنم که خیلی مهم نیست. و تا به حال در مورد خیلی خیلی فضاهای عمومی در تهران صحبت کرده ایم، مثلا کافی شاپ ها و پارک ها و شبکه های اجتماعی و همچنین حتما میدان ها و خیابان ها و شاید باغ ها هست. ولی اعتقاد دارم که شهرمندان شهری از تهران یا شهر جهانی دیگه بیشتر ایده ها نوآورانه و استادانه هم دارند و یک مثال خوبی برای این ایده های دیگه و ایده های کمی عجیب و غریب مستند رنگ عشق هست که سال پیش تماشا کردم. پس در این مستند چند تا زوج در تهران میبینیم و فیلم داستانشون رو نشان میدهد. ولی خیلی جالب بود که اولین فضا در فیلم جشن عاشورا بود. پس خیلی علاقه داشتم با اینکه جشن میتونه فضا بشه. البته جمعیت هر محله در خیابان ها بود و به علاوه این جمعیت بیشتر تحمل میکرد که مردم به زنان زل زده باشند، چون فکر میکنم حدس میزنم که این به خاطر وجودشون بود. مثلا در جای خیلی عمومی مثل این مطمئن هستن که خطر نباشد. ولی جالب و متعجب بود که در این میان زنان پاسخ میدادند. مثلا یک زن بسیار نامه ها از مردم گرفت و میتوانست با یکی از اونا یا چند تا از اونا، ولی در فیلم با یکی از اونا ملاقات بکنه و جای این ملاقات کردن جای دوم هست که خیلی عجیب و غریب برای من بود، به نظر من بود، چون قبرستان بود و به نظر می رسد که قبرستان شاید روحی جذاب داشته نباشد، ولی شوخی نمی کنم. و اگه به این موضوع فکر بکنیم کمی منطقی باشد، چون قبرستان مثل بوستان هست و بی تکلف هست و سر و صدا ندارد و به علاوه این در کلان شهر خیلی جاهای خالی برای دوستیابی یا چیزی وجود ندارند و
ام، مخصوصا برای مرد عصبی. پس میتوانست منتظر بماند ام، و خیلی خوب بود برای رفتارش. خلاصه جای معروف و پرهیجان لازم نداره برای جمع شدن و جاهای دیگه و جاهای جالب هم وجود دارند. مرسی.